سلام دوستان، در خدمت شما هستم با آموزش طراحی یک کابینت ساده در نرم افزار 3D استودیو مکس که به صورت پروژه محور با هم دیگه جلو میریم تا اینکه به مرحله رندر اینو برسونیم. جزئیات کار رو خدمتتون عرض میکنم. امیدوارم که مفید واقع بشه براتون. قبل از هر چیزی لازمه که شما یک فایلی داشته باشید که تمام آبجکت های مورد نیازتون رو داخل اون به صورت سیو شده داشته باشید و اینو یک جایی ذخیره کنید. اون فایل رو باز میکنید که دیگه نیاز نباشه ایمپورت کنید آبجکت ها رو داخل اون. از قبل شما ایمپورت کرده باشید داخل یک فایل و اون رو باز کنید و روی اون شما شروع کنید به ترسیم طراحیتون. خب ابتدا ما بریم سراغ همین فایل. چون سیستم من در حال رندرگیری هست، یک مقداری سرعتش کنده، پوزش میخوام ازتون. خب نکنید این وسایلیه که من توی معمولا 90% کارا نیازشون دارم. کار کابینت منظورمه. یک یخچال سایده، یک یخچال کوچیکه، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، چند تا قابلمه و ظرف و اینجور چیزا، سینک و گاز. اگر چیز دیگه خواستم باز ایمپورتش میکنم. دیگه این فایل شلوغش نکردم. خب ما شروع میکنیم از روی نقشه‌ای که مشتری داده. بچه‌ها این مشتری من چون خودش کابینت کاره، نقشهش رو به اندازه خرد شده داده و فقط من کافیه که اینا رو مدل کنم. 3 متر و 57 سانت در 2 متر و 98 سانت در 324 سانت. بچه ها نگاه کنید، من اینجا برای اندازه‌گیری از ابزار تیپ استفاده کردم. توی قسمت استاندارد این قسمت هلپرز و تیپ، و برای اینکه دقیق باشه و از روی گرید من بخوام اینو استفاده کرده باشم و خطوطم صاف در بیاد، این رو اسنپ توگل رو من روشن میکنم که ببینید به چه صورته. این دقیقا از روی گرید شروع میکنه به ترسیم کردن. خب با شیپس من ابزار لاین رو انتخاب میکنم و یک راه روی این میرم که این بشه دیوارهای داخلی فضای ما که آشپزخونه باشه. سر هر رأس یک کلیک میکنم تا اینها اون شکل در بیاد. خب بچه این دیوار داخلی مونه. حالا این فقط یک خطه، ما باید به این یک بعدی بدیم تا این بشه شبیه دیوار. میام چیکار میکنم؟ از لیست مودیفایر قسمت اکسترود رو انتخاب میکنم و اندازه استاندارد بچه ها تقریبا 260 هست به بالا. ما همون حداقل در نظر میگیریم. اینجا بچه ها من 260 رو دادم به این و این از این خط 2 بعدی تبدیل شد به یک حجم 3 بعدی که دیوار ما باشه. منتها اینجا پلیگون ها بچه ها پشت رو دارن. میدونید که اینجا پشت پلیگون ما اومده رو قرار گرفته و رو رفته پشت قرار گرفته، یعنی برعکسه. این رو من یک کانورت تو ادیتیبل پلی بهش میدم، سلکتش میکنم، کلا میام پایین. این فلیپ بچه نکنید، از منوی ادیت المنت فلیپ رو میزنم. فلیپ یعنی برعکس کردن یا جفت کردن. این رو که زدم برعکس میشه، یعنی پشت پلیگون ما با روش جابجا میشه. این بچه دیوار آشپزخونه ما که آماده است الان طبق اندازه‌ای که مشتری بهم داده. خب مشتری ما زحمت کشیده، خودش بچه ها خورد کرده این رو و اندازه های یونیت ها رو هم حتی به ما داده و کار ما رو راحت کرده. خب ما میام چه کار میکنیم؟ طبق اندازه‌ای که مشتری داده من این صفحه رو میچرخونم از این زاویه، چون میخوام از دیوار سمت چپ شروع کنم. یکی یکی بچه ها اندازه های یونیت ها رو ما میزنیم. اولیش میشه چقدر؟ اولیش میشه 60 تا. یک کمد ایستادی فر به ما داده. خب این حدود ما 60 تا برای کمد فر میذاریم. بعدی یک یونیت 134 سانتی هست. بعدی
یک یونیت 65 سانتی هست که جای ظرفشویی نوشتن. بعدی 55 سانته. خب اینجا یک اندازه، یکی از اندازه ها احتمالا این بنده خدا اشتباه نوشته، چون ثابتی این قسمت باید حداقل ما 57 سانت بده. درسته؟ ایشون مثلا اینجا 57 سانت که بذارم این تداخل داره با این. حالا ایراد نداره، میریم جلو کار رو همینجوری ببینیم به چه صورت میشه. خب دیوار روبرومون 135 سانت هست. اه، 135 سانت رو باز اینجا خود مشکوکه. 135 سانت چون سینک رو قرار دادن اینجا. خب بعد 65 سانت اینجا داریم، بعد 40 سانت اینجا داریم، بعد 57 سانت به عنوان دیوار به ما دادن. خب این هم این قسمت دیوار سمت راست، اینجا 57 تا برای ثابتی ما جدا میکنیم. شست و هفت تا یک کمد ایستاده گذاشتن. 140 تا برای یخچال گذاشتن که یخچالمون دو قلوه و این قسمت هم مابقی رو دادن به یک کافه بار. فکر میکنم که 60 سانت عمقشه. خب بچه ها این تقریبا اندازه حدودی یونیت های ما هست. حالا شروع میکنیم به ساختن و مدل کردن یونیت هامون. ما میایم این قسمت که یک کمد ایستاده داریم، یک باکس در نظر میگیریم. ارتفاعش بچه ها 2.40 هست، ارتفاع استاندارد کابینت 60 در 60 که بشه. البته 60 باید تموم شده کار ما باشه. ما اینو 57 تا میگیریم تقریبا بچه ها برای باکس ایستاده فر. یعنی شما یک ایستاده کمد ایستاده فر اینجا دارید که اون رو با یک باکس ساختید. 240 سانت بهش ارتفاع دارید، 60 سانت عرضشه و 57 سانت هم عمقشه بچه ها. خب میریم سراغ یونیت زمینی بعدی. بچه ها این یونیت رو شما کامل از اول تا آخر میگیرید و درگ میکنید و میسازید. ارتفاع این یونیت بچه ها 85 سانت باید باشه و با 5 سانت صفحه‌ای که میاد روش میشه چقدر؟ میشه 90 سانت. پس ما 85 سانت به این ارتفاع میدیم، 55 سانت به این عمق میدیم. ایستاده فر بچه ها یک کمکی از زمینی جلوتر میاد و طولش هم که طبق دیوارمون زدیم به این صورت. خب یک قسمت رو بچه ها اینجا ما باید برای ظرفشویی خالی کنیم. درسته؟ میایم چه کار میکنیم؟ این شکلمون رو تبدیل میکنیم به ادیتبل پلی که بتونیم روش تغییرات اعمال کنیم. از این قسمت ایج رو انتخاب میکنیم. نکنید بچه ها ادیتبل پلی ایج و 4 تا ایج کناری این مدل رو ما میگیریم یا به اصطلاح اونوری ها سلکت میکنیم. بچه اینجا تو قسمت ادیت ایج کانکت رو میزنیم و 2 تاش میکنیم چون میخوایم
قسمت وسط رو ما حذف کنیم. قسمت وسط رو از طریق ابزار سلکت و آیتم پلیگون سلکت میکنیم، رنگش قرمز میشه و دکمه دیلیت رو میزنیم و حذف میشه. خب این رو ما تنظیمش میکنیم با اندازه هایی که داشتیم به این صورت، اینم به این صورت. بچه ها بوردر رو ما میایم سلکت میکنیم، قسمت بوردر. بوردر برای چیه بچه ها؟ بوردر برای اون سگمنت هایی که میس شده و خالیه و این بوردر میتونه سلکتشون کنه و شما از طریق این راحت هر حدود این قسمت باز رو سلکت کنید، انتخاب کنید و کپ بزنید تا بسته بشه. کپ هم از زیر مجموعه زیر منوی ادیت بوردر من اینجا سلکتش کردم. خب این یونیت زمینی دیوار سمت چپمون که ما ترسیمش کردیم. خب حالا یک یونیت هوایی اما برای این قسمت در نظر میگیریم. ارتفاعشو 90 سانت بچه ها در نظر میگیریم، چون ننوشتن چقدر باشه. 90 سانت دیگه استانداردشه، حتی بلنده، از 70 تا 90 میتونه باشه، بلندتر هم میتونه باشه و اینو در 150 سانتی کف آشپزخونه ما اینو قرار میدیم. میدید بچه ها این ارتفاع با این میزون شد، عکس هم دیگه هستن. یونیت هواییمون باید 30 سانت عمق داشته باشه، طولش که وابسته به اندازه‌ای که داریم و ارتفاعش هم بچه ها 90 سانته. خب حالا بچه ها ما برای این قسمت در نظر میگیریم و وقتی در رو روی اینا گذاشتیم این قسمت رو میتونیم کپی کنیم تا دوباره کاری نشه. برای دیوار روبرو و دیوار سمت راست اعمالش کنیم تا سرعت کارمون بیشتر بشه. خب از هوایی شروع میکنیم. بچه ها روی شکل سلکت میکنیم، شیفت رو میگیریم و درگش میکنیم، کپی رو میزنیم اینجا. عمق درای ما یک ورق MDF به ضخامت 1 سانت و 6 میلیمتر دستی واردش میکنیم و اینو فیت یونیت هواییمون قرارش میدیم. ارتفاعش بچه 5 سانت باید از خود چیز کمتر باشه که اینو ما به عنوان تاج توی کارمون لحاظ میکنیم. 85ش میکنم که 5 سانت از خود یونیت فاصله بگیره که بشه تاجمون. خب حالا درای قسمت زمینی رو ما میسازیم. بچه این قسمت رو ما یه باکس با ارتفاع 85 دوباره، ضخامت 1 سانت و 6 میل و میچسبونیمش به کارمون. اما یه قسمت ما به عنوان پاخور اینجا داریم، باید اینو از ارتفاع درمون کم کنیم. پس اینو تبدیلش میکنیم به ادیتیبل پلی. گزینه ورتکس رو انتخاب میکنیم، ورتکس های پایین مدل رو انتخاب میکنیم، گزینه موو ترانس فورم. بچه پاخور استاندارد 13 سانته، ما اینو 13 میزنیم تا از کف زمینمون 13 سانت فاصله بگیره که جلوه پاخور رو داشته باشه. در واقع سلکت میکنیم، اینو میاریم تا اینجا. این قسمت رو هم دوباره سلکت میکنیم و میاریم تا اون قسمت. اینجا دیگه ثابتی ما هست، تقریبا این حدود میشه. اینجا ما یه مشکلی داریم تو اندازه ها، باید رفعش کنیم. بچه ها به ما اندازه ای دادن که تا اینجا میاد که اشتباه بوده، باید ببینیم چیه، بپرسیم از
کارفرما از مشتری عزیزمون بپرسیم که چجوری حساب کتاب کردی استاد که به این صورت در اومده. خب این رو من به یونیت ایستادمون دادم. یونیت ایستادمون بچه ها میاد تا کجا؟ تا این ارتفاع 235 که اون 5 سانت قسمت تاجمون رو هم به ما بده. خب حالا بچه ها ما میتونیم از این صبر کنید من صفحه رو هم برای این بسازم. یه صفحه ما نیاز داریم روی این کارمون که از اینجا من میارمش تا اینجا میکشم به ضخامت صفحه. بچه ها به ضخامت چقدر؟ 5 سانته معمولا و عرض 60 سانت. خب اینو من فیکسش میکنم با انتهای کار. بچه ها ارتفاع یونیت زمینی یادتونه گفتیم 85، این رو ما قرارش میدیم روی همون 85 که از 85 به ارتفاع 5 سانت بیاد بالاتر که بشه 90 سانت. تموم شده کار ما. به این صورت صفحه روی کار ما قرار میگیره. حالا لب یه صفحه بچه ها تو دنیای واقعی یه کروی داره اینجا. این کرو رو ما باید بسازیمش. ادیتیبل پولیش میکنیم قابل ویرایش بشه. این دوتا ایج رو سلکت میکنیم بچه ها. اینجا گزینه نکنید ادیت ایج چمفر روی این حالت باشه بچه ها. این روی 1 باشه یعنی 1 سانت. این هم 6 تعداد 6 تا به قولن وجه توی کار ما در میاره. الان تعداد این خطایی که اینجا توسط اون نرم شده این ایج ما 6 عدده کافیه براش. نکنید بچه ما میام کنار کار میبینید به چه صورت شد. خیلی زیبا و تمیز. خب اینو خاموش میکنیم. کار ما الان آماده است تقریبا. خب ما از قسمت دیواری یا همون هوایی و زمینیمون سلکت میکنیم بچه ها. این قسمت رو ما سلکت میکنیم و کپی میکنیم. دستمون رو میذاریم رو شیفت. ببینید بچه ها برای اینکه زاویه ها خیلی فیت و روند باشه شما این گزینه رو اسنپ رو روشن میکنید و روی 90 درجه ازش یک کپی میگیرید. جانماییش میکنیم. اینو میذاریم اینجا. خب اندازه ها رو بچه ها باید کاستومایزش کنیم طبق همین چیزی که اینجا داریم. قسمت سمت راستمون ما دیگه زمینی و هوایی نداریم. یک طبق ترکیب ما دادن یک ایستاده سراسری داریم و یک کاور یخچال. اجازه بدید من بیارمش. اینجا یک کاور یخچال داریم و یک ایستاده. خب بچه از این ایستادمون که اینجا یک یونیت آماده است ما کپی میگیریم. ابعادش آماده است. اینجا قرار میدیم. درسته. ویو پورتمون رو تنظیم میکنیم که راحت تر کار کنیم. خب اینم تبدیل به ادیت پولیش میکنیم و تا اینجا بچه ها ما یه یونیت داریم که باکسمون رو ادامه میدیم تا اون قسمت. این میشه ایستاده ما تا این قسمتی که داریم. خب یه کاور یخچال هم بچه ها ما کنارش داریم. شیفت رو میگیریم از این یک کپی میگیریم از ایستاده چون ابعاد کاور یخچال و ایستاده تقریبا یکیه با این تفاوت که داخل کاور یخچالمون باید خالی باشه که یخچالا رو اونجا قرار بدیم. یخچال دوقلو داریم باید مدل یخچال دوقلومون رو
ما اینجا قرار بدیم. بچه برای خالی کردن داخل یخچالمون، کاور یخچالمون، من این لاین های اطراف این رو ایجا رو میگیرم، سلکت میکنم، یه کانکت بچه ها بهش میدیم، یه کانکت، درسته؟ ارتفاع این کانکت بستگی به ارتفاع مدل یخچال ما داره. خب باز از این قسمت من من اینو آن هایدش کنم تا مشخص باشه چی کار دارم. من بچه ها سلکت کردم، دوباره این قسمت رو دوباره سلکت کردم و باز هم کانکت دوتا این بار اینو میام کنار تا دوتا دیوار ما رو تشکیل بده و پلیگون های وسط رو ما دیلیت میکنیم. این دوتا پلیگون رو به هم میچسبونیم. اطراف هم بچه خالی نباید بذارید چون تو رندر سیاه میشه، اینا خیلی زشته. بورده رو سلکت میکنید، این جایی که نیاز داریم و کپ میزنید تا بسته بشه و یه چیز ترتمیز و شسته رفته ای در بیاد. خب این شد کاور یخچال ما که دوقلو است به اضافه کمد ایستاده کنارش. یه کافه بار هم اینجا بچه ها میخوایم. حالا تا کافه بار ما برسیم اینجا رو یه خورده مرتبش میکنیم، سایزا رو مطابق چیزی که داریم قرار میدیم. این به این صورت، این به این صورت. بچه یادتون باشه این وضعیت این درها خیلی توی رندر تعیین کننده است تو زیباییش. اگر اینو من مثلا جابجا نمیکردم تا اینجا، تو رندر شما یک به قولن یک باکس یک سره میدیدید اینجا، یعنی خطی اینجا تشکیل نمیشد و کارتون خیلی مبتدی به نظر می اومد. زمینی روبرو ما یه دونه ماشین داریم که اینجای ماشین رو ما براش در نظر میگیریم. 135 تا 65 تا اینجا داریم. از ارتفاع تاپ این رو تنظیمش میکنیم، این رو هم میاریمش تا منتها علیه این هم بچه ها تنظیم میکنیم اینجا. نمیدونم متوجه میشید این الان چی به چی هست یا نه، چون من از نمای تاپ آوردم که کارم راحت تر بشه. صفحه رو هم بچه ها میاریم میچسبونیم تا این قسمت. خب الان تقریبا تنظیم شد. این صفحه رو هم قسمتش رو میگیریم و تا اینجا میاریم. بچه صفحه رو میشه یک سره هم درستش کرد که این خط اینجا نیفته. حالا اونم بهتون توضیح میدم تو مراحل بعدی. خب ما یه در برای این کمد ایستاده این قسمتمون میخوایم که از کمد ایستاده فر کپی کردیم و آوردیمش اینجا. بچه اینجا میبینید این نشانگر آبجکت ما کجا هست. موقعی که این اتفاق میفته شما بیاید توی این قسمت، خب، و این رو پشت سر هم بزنید تا طبق مدلتون نشانگر به مرکز مدلتون انتقال پیدا کنه که کارتون راحت تر بشه. خب بچه من این در رو آوردم تا کاور یخچال ادامهش دادم. حالا میخوام جداش کنم. به جای اینکه
جدا جدا بسازم، یک سره همون رو ادامه دادم. حالا من اینو از اینجا جدا میکنم. برای این کار کلا گرفتم ایج های طرفین رو گرفتم، یه چنفر زدم، سلکت میکنم بچه ها. اینها رو حالا دی سلکت میکنم و دیلیت. اینجا یک خط، یعنی یک بادخور در واقع تشکیل شد. اینو کپ میزنم تا چی؟ تا قسمت یخچال و ایستادمون از هم جدا بشه. حالا ایج پایین رو میگیرم و میارم تا منتهای علیه کاور. اینجا بچه ها ما یک خط دیگه باید اینجا ما بندازیم. چرا؟ چون اینجا در قراره باشه و اینجا ثابتی. پس میام این خطوط رو سلکت میکنم، کانکت، و یک خط اینجا تشکیل میدم. باز هم چنفر. بچه چنفر نکنید روی 3/10 تنظیم خودش، چون از قبل من این اندازه رو بهش دادم. تیکو میزنیم، دی سلکت میکنیم بچه این قسمت ها رو و دیلیت. دوباره سلکت و کپ میزنیم تا چی؟ پر بشه اون قسمت ها. تقریبا کار ما بچه ها مدلش در اومد که چی به چیه. جانمایی ها مشخص شد. حالا آبجکت ها اونو میتونیم بیاریم و قرار بدیم توی چیزی که ساختیم. این یخچال ما بچه ها اینجا استفاده نمیشه، این یخچال هم استفاده نمیشه. این یخچال دوقلو نیاز داریم که باید ایمپورت کنیم. یه دونه ظرفشویی ما اینجا داریم، یه لباسشویی این قسمت داریم، یک گاز داریم بچه ها اینجا، فکر کنم اینجا بود، یک سینک اینجا داشتیم. درسته؟ حالا من دوباره چک میکنم که بله اینجا سینک بود، ظرفشویی 55 گاز رو ننوشتن اینجا برای ما. حدس میزنم که اینجا باشن. از روی عکس های وضعیت موجودش میشه فهمید که گاز کدوم قسمته. اینجا سینک گاز، این انتهایی که در حال حاضر جا ندارن، پس جابجا شده و اومده احتمالا روی این دیوار. فکر میکنم بچه اینجا باشه. معمولا جایی که کشو هست روش گاز قرار میگیره، اما در اینجا اندازه کوچیکه، 55 سانت بیشتر ننوشتن. ما گاز رو اینجا قرار میدیم، ماشین ظرفشویی رو تنظیم میکنیم سر جای خودش به این شکل. بچه یک مقدار مدل رو از خود یونیت بیارید جلوتر تا واقعی تر جلوه بده. در دنیای واقعی هم این ماشین ها یکم از یونیت ها جلوتر میان. یعنی اگه بخوایم از بالا من اینو به شما نشون بدم، نکنید اینجا صفحمون هست، تقریبا یک مقداری از صفحه میاد جلوتر. خب به این صورت اینجا بچه ها چون ما سینک داریم این صفحه رو ادامه بدیم تا انتها و این صفحه رو میاریم طبق اون تنظیم میکنیم تا بتونیم صفحه‌مون رو برش بدیم. خب حالا برش صفحه سینکمون به چه صورت هست بچه ها؟ ایج رو انتخاب میکنیم، به صورت کمربندی ما این ایج رو سلکت میکنیم. نیاز 2 تا خط ارزی ما اینجا داریم، یکیش رو اینجا قرار میدیم، دومیش رو این قسمت قرار میدیم. حالا دوباره همین 2 تا
خط رو سلکت میکنیم، دوباره کانکت. اینجا 2 تا خط تشکیل شد، فاصله میدیم از هم به این صورت، تیک رو میزنیم، سلکت میکنیم وسطش شد و دیلیت. این یونیت رو هم کلن پلیگون بالایی رو حذف میکنیم بچه ها. خب این قسمت آبی بچه ها ادامه این باکسمونه که تا اینجا اومده، پس باید اینو ما ببریمش عقب تا چی؟ تا داخل سینکمون چیزی دیده نشه و خالی باشه. خب اینجا ما سینک رو در آوردیم، آماده است. خب بچه ها ما میتونیم مدل فر رو ایمپورت کنیم و اینجا قرار بدیم، اما من میخوام یک روش ساده تر به شما بگم. شما میتونید مدل فرتون رو با همین آبجکتی که اینجا دارید بسازید. به چه صورت؟ اینجا رو شما 2 تا خط بینش میندازید، خط خالی میکنید، اولی رو ارتفاع 85، هم ارتفاع دره زمینیمون، دومی رو به چه صورت؟ 60 سانت شما نیاز دارید، درسته؟ 85 به اضافه 60 میشه 145. روی 145 تنظیمش میکنید. این وقتی دیسلکت بشه، درسته، شما میتونید ازش به عنوان فر استفاده کنید. پس چیکار کردم؟ کلا گرفتمش، سلکتش کردم، دیتچ رو زدم و جدا شد، تبدیل شد به یک باکس جداگانه. خب ما فقط یک تکسچر فر میخوایم که روی این بندازیم. این خیلی سرعت کار ما رو برای ساختن یک مدل فر سریعتر میکنه و تفاوت آنچنانی هم توی رندر ایجاد نمیکنه بچه ها. از نظر کیفیت رندر حالا بهش که رسیدیم بهتون میگم به چه صورته. خب ما اینجا بچه ها درها رو باید، حالا درهایی که روی یونیت ها هست رو بسازیم. اینجا ما نیازی نیست شما بیاید یه دونه در با ابعاد چی درست کنید و فاصله شو بخواید دقت کنید که دقیقاً در بیاد، که این کار زمان بره و غیر حرفه‌ایه. شما به همین روشی که من اینجا بهتون توضیح دادم، مثلا 3 تا در دارید، درسته؟ 3 تا در نیازه که 2 تا خط شما روی این باکستون بندازید که من انداختم. میبینید بچه ها، از اول سلکتش میکنیم، کانکت، عدد 2 اینجاست، یعنی 2 تا خط ما اینجا داریم که بشه 3 تا در. چنفر رو میزنیم، چنفرمون بچه ها چی بود؟ تنظیماتش اینجا به این صورت 0.3 سانتی متر، یعنی فاصله بین 2 در هست که اون بادخور ما بشه. دیسلکت میکنیم خود درها رو که فقط بادخورا بمونن و بادخورا رو دیلیت میکنیم. بوردر رو میگیریم و کپ رو میزنیم بچه ها. اینجا به ما نکنید بدون تنظیمات طاقت فرسا و وقتگیر 3 تا در داد با بادخورای یکسان. حالا تنظیماتش مثلا اگه این در بزرگتره اون در کوچیکتره، شما میاد چه کار میکنی؟ اینو عقب جلو میکنی طبق اندازه‌ای که دادی. چون اینجا به ما اندازه یونیت کلی داده، ما هم درها رو اندازه هم در نظر گرفتیم، یعنی کوچیک و بزرگیش نکردیم. این که خودش یک دره، زیر سینک بچه ها میشه 2 تا در، یعنی یک خط در واقع 0.3 دیسلکت. خب درهای زمینیمون تقریبا ساخته شده. اینجا هم بچه ها دوباره یه چیزایی داشتن. خب 1 2 3 تا کشو پایین دارن،
و خب بچه من اینجا یک اشتباهی کردم، باید زمینی هوایی ما میزدیم. این دوستمون به این شکل کشیده، من به اشتباه افتادم. من فکر میکردم که اینجا ایستاده هست، در واقع اینجا ایستاده نیست و زمینی و هوایی هست. ما اینو میدیم 85 تا. این دوتا در همین دوتا باشن، میاریمش پایین. الان بهتون میگم چرا دوتا باشن، چون ما کشو داریم اینجا. خب بچه ها، بعد از یه استراحت کوتاه برمیگردیم به طرحمون. من این کشو رو اینجا ترسیم کردم و قسمت هوایی رو هم میخوام انجام بدم. میکنید بچه ها، اینجا ما یک ابزاری داریم به شکل 7 خوابیده. شما برای کار کردن توی فضاهای تنگ مثل این، هر چقدر که این زاویه ویوپورتتون بازتر باشه راحت‌تر کار میکنید. ببینید به این صورت دیگه نیاز نیست که برای اینکه بیاید نکنید، اگر زوم کنید، برای اینکه بخواید از فاصله کلی، نمای کلی کاری که کردید رو برانداز کنید، از اون محدوده بیرون میزنه و شما نمیتونید. بعد از این زاویه ویوپورتتون رو باز کنید و راحت‌تر کارتون انجام بدید. خب ما هوایی رو هم بچه‌ها با استفاده از این آبجکتی که قبلا اینجا طراحی کردیم کپی میکنیم، قرارش میدیم تو وضعیت خودش. این هوایی باید ادامه پیدا کنه و تا اینجا بیاد. دربش هم همینطور. خب بچه این قسمت هم ما درستش کردیم. اینجا فکر کنم ما یک، اگر اشتباه نکنم، جفت بله، درب جکی داشتیم اینجا. بچه برای دربای جکی که به کنج ختم میشه حتما یک فاصله در نظر بگیرید. این نشون میده که شما یک طراح مجرب هستید. و کارفرما از اینکه طرحش رو به شما میده احساس امنیت بیشتری میکنه. خب اینجا من یک خط رو بینابینی قرار میدم و طبق معمول اینا رو دیسلیت میکنم، دیلیت، کپی و به این صورت بالا و پایین درست شد. فقط یک صفحه نیازه که بیاد رو. صفحه رو اینجا داریم، کپی پیست میکنم، میارمش به اون سمت، کپی، میچرخونمش. بچه از میرور هم میتونید برای چرخش های 180 درجه ای استفاده کنید. صورت آنن این کار رو انجام میده برای شما، ولی یه تنظیماتی هم داره. خب اینو من قرار میدم اینجا. این هم با این صفحه فیکسش میکنم تا درست بشه. خیلی خب تقریبا بچه ها کار در اومد. البته اینجا یه سری ما در هوایی داریم که هنوز انجام نشده. قرارشون میدم 1 2 3 4 تا. بچه ها ما 4 تا نیاز اینجا سلکت میکنم، کانکت، 1 2 3 4، 1 2 3 4. خب بادخور رو ازش کسر میکنیم با همون فاصله همیشگی 3/10. بچه این 3/10 رو میتونید کمتر هم کنید، بیشتر هم کنید، بستگی به خودتون داره. اگر کمترش کنید تو رندرتون خطوط نازکتری بین درها میفته، اگر بیشترش کنید مسلما خطوط پهن‌تری میفته و کارتون رو زشت میکنه. اینجا مشتری
130 سانت این یونیت رو در نظر گرفته. اندازه هاشون هم یک مقداری به همدیگه نمیخوره. حالا نمیدونم، با وجود اینکه آدم حرفه‌ای و با تجربه‌ای هستن. 67 و اینجا هم 130 نکنید یک مقداری اضافه اومد. دلیل این ناهمخوانی نمیدونم چی هست، اما ما به کارمون ادامه میدیم، کاری نداریم باهاش. این قسمت رو هم 1 2 3 4 5 عدد، یعنی در واقع 6 تا در میخوره که همه رو لولایی در نظر گرفتن. اینا رو ازش کسر میکنیم، دیلیت. بچه ها این راهی که من خدمتتون دارم میگم یکی از سریع ترین راه های طراحی کابینت با نرم افزار تیردی مکس هستش و حاصل تجربه 20 ساله من تو این حوزه است. مسلما شما وقتی مدت زیادی یک کاری رو انجام بدید، تمام فوتوفن‌های اون کار رو براتون نهادینه میشه و خیلی راحت ترین راه ها رو برای انجامش پیدا میکنید در مرور زمان، که من اینجا دارم یکی یکی در اختیارتون قرار میدم. امیدوارم که بتونید ازش استفاده بکنید. قسمت بالای یخچالمونو چون بچه ها دو قلو هست، یک در بزرگ و سنگینی میشه و اومده این مشتری عزیزمون به دو قسمتش تقسیم کرده. خب بچه ها این قسمت رو که بهتون گفتم فر قرار بشه، نگاه کنید شما میتونید مدل فر قرار بدید اینجا، آبجکت رو ایمپورت کنید و بذارید اینجا، اما من اومدم یه دونه این گویا رو اختصاص دادم به یک تکسچر فر. خب و این فقط کافیه یک یووی مپ و تنظیمات باکس بهش بدید تا فر بشه. شما رفلکس این رو که زیاد بکنید، درسته که مثلا این دستگیره دیگه سه بعدی نیست یا اینا همه تخت هست، اما تغییر چندانی تو رندر نهایی شما به وجود نمیاره، اما فوق العاده رندرتون سریعتر میکنه و هم تو رندر هم توی مدل سازی و آبجکت سازی، ایمپورت و اکسپورت و این حرفا رو دیگه ندارید شما دیگه. خب به هر حال این روشی که میشه استفاده کرد، میشم از همون روش سنتی آبجکت رو آورد اینجا قرارش داد، این تو رو خالی کرد و یک آبجکت آماده رو استفاده کرد. یک کافه هم ما برای این آشپزخونه‌مون طراحی بکنیم، دیگه کار در اومده. کافه ای که میخواستن این مشتریمون رو به سالن هست، درسته؟ اینجا رو به سالن ما براشون طراحی میکنیم با ارتفاع 240 سانت، یک کافه بار ساده و زیبا. خب بیدرنگ میریم سراغ ایدبل پلی و اینجا 1 و 2 تا از ایج ها رو اینجا سلکت میکنیم، این رو تا راست درب هوایی کاور یخچالمون میاریم و این یکی رو هم تا استاندارد زمینی. خب بچه اینجا رو ما به اندازه یک ورق MDF ضخامت میدیم، یعنی 1 سانت و 6 میلیمتر گودش میکنیم. نکنید بچه ها میتونید لاین نوری رو شما برایش یک جا قرار بدید تا
کارتون یه نورپردازی شیک هم داشته باشه. عمق این خیلی زیاد میشه. البته من نمیدونم هدفشون این بوده که یه همچین عمقی رو برای این کافه بار بذارن یا کمتر. من حالا خودم اینو کوچیکش میکنم، اگر که مشتری گفت نه با همون عمق فضای باقی مونده یخچال، فضای باقی مونده میگم کنار یخچال یا دیگه براش عمقش رو اضافه میکنم. خب درها رو قرار میدیم براش. هشتاد و پنج، این هم 1 سانت و 6 میلیمتر برای درای قسمت پایین. پاخورم همون 13 سانتی که گفتم باشه. این رو باز به 2 تا در 30 سانتی ما تقسیمش میکنیم و از هم جدا میکنیم به این شکل. دیلیت کپ. و بچه این در رو ما ازش کپی میگیریم و یه دونه برای قسمت بالا هم انتقال میدیم. ارتفاع درای هوانیمون 235 سانت بود که اینجا هم اینو لحاظش میکنیم. خب بچه چند تا شلف هم ما داخل این میذاریم تا کافه بارمون چی بشه؟ تکمیل بشه. اینجا من از باکس برای شلف ها استفاده میکنم. ضخامت 1 و 6 رو بچه همیشه تو کارتون یادتون باشه. یک ورقه MDF 1 سانت و 6 میلیمتر. اگه دوبل بشه میشه 3 سانت و 2 میلیمتر که مرسوم از بین کابینتکارا از دوبل استفاده میکنن یا از ورق تک لایه، که شما هم اینو انجام بدید تا کارتون واقعی تر بشه بچه. من خیلی از طراحا رو دیدم که اصلا اینو رعایت نمیکنن، مثلا اندازه 2 سانتی رو میان در نظر میزنن، 1 سانتی رو در نظر میگیرن. یه کار زشت میشه. همچین چیزایی ما نداریم در دنیای واقعی. خب این هم بچه کافه بارمون هست. حالا آمادهش میکنیم برای رندر. ما قبل از هر چیزی اینو سیوش میکنیم. سیو از یه اسمی براش میذاریم و میایم بچه ها وضعیت موجود کابینت رو میبینیم. این دیوار به این صورت ادامه پیدا کرده طبق نقشه خونه تا واقعی تر به نظر بیاد. اینجا هم مشخص نیست به چه صورته. حالا ما ادامهش میدیم به اون سمت و میاد تا اینجا. فضا رو بچه ها ببندید. همیشه یکی از چیزایی که کارتون رو نورپردازیتون رو حرفه‌ای تر میکنه بستن فضا هست. اینجا پلیگون رو قرار میدیم. کف رو جدا میکنیم از دیوارها و دیوارهای آشپزخونه رو هم باز جدا میکنیم. چرا بچه اینا رو جدا میکنیم؟ چون هر کدوم متریال جداگانه میخوایم براشون در نظر بگیریم. برای دیوارها متریال گچ در نظر گرفتیم، کف رو سرامیک در نظر گرفتیم، دیوارهای بین کابینتی رو هم یک نوع تکسچر سنگ سفید با رگه های خاکستری در نظر گرفتیم که روش اعمال میکنیم. کف رو هم یووی میدیم بچه ها 200 در 200 و به این صورت. رنگی که مشتریمون خواسته، قالب کارشون سفید هست. ما همه چیز رو اول تبدیلش میکنیم به رنگ سفید، بعد دیگه مکمل رنگمون رو قسمت هایی که میخوایم اعمال میکنیم.
خب اینجا متریال سفید رو ما به کارمون میدیم. سفید براق هم هست بچه ها. خب سفید براق بچه ها اینجا رو هم شما همیشه سیاه کنید که کارتون یک دست سر بشه. ببینید چقدر تمیز و شسته رفته شد. ببینید الان همین رو میشه به صورت اسکرین شات به مشتری نشون داد قبل از رندر و ایراداتش رو برطرف کنه تا شما رندری که میخواید بگیرید تو زمان صرفه جویی بشه. خب من یه دونه آبجکت یخچال رو ایمپورت میکنم بچه ها چون نداشتم از قبل. اینجا توی دستبندی هایی که من از قبل تشکیل دادم یک مدل یخچال رو ما اضافه میکنیم. خب این مدل مناسبیه برامون. وارد طراحی میکنیمش. بچه برای مدل ها هیچ وقت از گزینه میرور استفاده نکنید چون میرور اگر نوشته ای روی آبجکت شما باشه اونو برعکس میکنه و ناشیانه هست این حرکت. خب از اونجا که این مدل استاندارد هست ما بالا یخچالیمون رو طبق این تنظیم میکنیم. این هم رنگ مشکی بهش میدیم. خب ما نورپردازی مونم بچه ها انجام میدیم و دیگه تمامه تقریبا. برای نور یک لاین نوری من در نظر گرفتم براش که از این قسمت میاد میچرخه و بر میگرده تا این قسمت که این رو با لاین انجام میدیم. سلکتش میکنیم. اینجا یک اوتلاین ازش میگیریم بچه ها خیلی نازک و به این اوتلاین یک اکسترود میدیم در حد 1 سانتی متر. اینو میاریم به کجا؟ یک لامپ از نوع ویری بچه این ویری براش تدارک میبینیم. این دوتا رو با هم دیگه میاریم کجا؟ تا این قسمت. ارتفاع سقفمون به صورت دستی هم میتونید وارد کنید 260 سانت هست. فقط مواظب باشید که کاملا تو سقف بچه فرو نره. سلکتش میکنیم. خب نور اونو بچه این لایت ویری تعمین میکنه اما این رو ما باید چی ساختیم؟ برای اینکه یک جلوه لاینری داشته باشه نور خطی داشته باشه و کارمون رو قشنگ کنه. در واقع نقشی در نورپردازی ما نداره و فقط خودش زیبایی داره. متریال نور ویری رو ما بهش میدیم به این صورت تا اون جلوه لاین نوری رو تداعی کنه. خب یه لاین نوری هم بچه ما این زیر از این نورای ریسه‌ای که هست میاد زیر کابینت این زیر ما میدونیم تا کارمون قشنگ بشه. این رو هم از چی استفاده میکنیم؟ از ویری لایت استفاده میکنیم. میایم چه کار میکنیم؟ ویری لایت سر تا سری یه دونه بهش میدیم. ضخامتش هم 2 کافیه بچه ها و قدرت این نور هم میذاریم مثلا چقدر 8 تا کافیه. درسته؟ رنگش هم همون سفید باشه. اینو میایم در کجا قرارش میدیم؟ 150 سانتی که همون زیر کابینت هواییمون هست قرار گرفت بچه. یک مقداری بیادش پایین تر و اینجا توی آپشن اینو ویزیبل باشه بچه ها دیده بشه حتما. خب یعنی تیکه این ویزیبلش رو حواستون باشه که خورده نشه که خودش هم دیده بشه. ازش یک کپی میگیریم
و قرارش میدیم کجا؟ اینجا. کاستومایز میکنیم سایزشو، اینجا هم میاریمش، یک کپی ازش میگیریم، اینا هم ریسایزش میکنیم مطابق جایی که داریم و یک کپی هم بچه اینجا رو فراموشش نکنید هیچ وقت، چون اینجا هود ما، آبجکت هود ما یک نوری داره، خودش نوری داره بچه، اینا میبینید نور آبجکت ما هست. اینجا من دیگه زیر این ادامهش ندادم که قشنگتر و واقعی تر بشه. خب اگر یک نور دیگه هم من اینجا قرار بدم بچه، کار ما برای رندر آماده هست. به این صورت بلندش میکنیم بچه، این کمترین و سریع ترین رندر رو به شما میده، چون تعداد نورایی که ما استفاده کردیم بسیار کمه. خب و صرفه جویی میکنه تو زمان رندرتون، تو زمان مدل کردنتون و کافی هم هست. شما چرا بیاید یه نور اضافه‌ای درست کنید، شلوغش کنید تا مثلا نتیجه نهاییتون هم تاثیر زیادی نداشته باشه. اینجوری فایلتون سبکتره، رندرتون سریعتره و زیبا هم هست. خب حالا بچه این کافه بارم چند تا آبجکت ما داخلش میذاریم تا خالی نباشه. این آبجکت ها رو من میارم اینجا، نکنید این قافله‌های مابلمه ها رو میذاریم اینجا که خالی نباشه. اینا رو هم میارم اینجا میچینم، درسته؟ به این شکل. این ظرف و ظروف هم میاریم اینجا قرار میدیم، دوباره سلکتشون میکنم، این هم از نمای روبرو، اینا رو سلکت میکنم دوباره، خب موقعیش هم که اضافه است نمیخوایم دیگه. مدلمون آماده رندر هست. یه بار نورا رو چک میکنیم بچه، این سی خیلی زیاده برای اینو میکنیم بشه یک و چی این ویزیبل باشه، حتما دیده نشه. و یه گزینه دیگه هم اینجا هست، after reflection. after reflection یعنی بعد از اینکه مثلا اینا رفلکت شد در اینا، شما تصویر این رو داخل اینا ببینید یا نبینید. تیک این هم برمی‌داریم چون ما نمیخوایم تصویر این نور رو اینجا ببینیم. چرا نبینیم؟ چون خودش هم این ویزیبله، فقط نورش رو میخوایم ببینیم نه خودشو. همینطور این تنظیمات رو روی این یکی هم انجام میدیم. اینا نورای نامری ما هستن و نباید دیده بشن. تنها نوری که دیده میشه این نور زیر هوایا هست و این لاین نوری. خب بچه یک رندر تست، اینم بچه ها این لاینی که اینجا ما دادیم رو هم من نورانیش میکنم که شما ببینید به چه صورته. ببینید اینجا به این صورت الان میبینید اینجا متریال نور من بهش دادم. برمیگردیم و کافیه براش. خب قسمتایش که میخواستیم از رنگ دوم استفاده بکنیم بچه اضافه میکنیم و میذاریم که رندرش گرفته بشه. این رنگ چوب هست بچه ها، نگاه کنید ما یه رنگ چوب گردویی روشن به این قسمت ها اضافه میکنیم. خب اینجا رو هم گردویش میکنیم. بچه چون این چوب ما یه بافتی داره، یووی مپ رو حتما بهش بدید خب که گره های چوبتون طبیعی تر به نظر بیاد. اینجا باکس رو ما انتخاب میکنیم در یووی مپ و این خطا
درستش اینه که ایستاده باشن. میایم 100% رو برش در نظر میگیریم که یک جلوه واقعی تری به ما بده. درسته اون سمت هم به همین صورت. میتونیم این رو کپی کنیم اینجا که اینو داشته باشیم خیلی راحت. خب خیلی بهتر شد. الان دیگه کار ما آماده رندر گرفتنه بچه ها.